دومین دسته پیروز در تاریخ لیگ ملت‌های اویفا منتخب فرانسه گردید که اسپانیا را در فینال شکست داد، در حالی که نخست قهرمان لیگ ملت‌ها کریستیانو رونالدو با 112مین گل خویش در صف منتخب رکورد نو جهانی را چون مؤلف بیشترین گل‌ها در صف دسته منتخب به نامش مور زد. ولی این برنامه ترانسفر در عمل است که از موضوعهای باز هم جالب‌تر را فراگیر است. در عالم باکس اگر دیشب کلی توجه ها اطراف رقابت سیمین دیانته وایلدر امریکایی با تایسون فیوری بریتانی بود، جایی که شاهی جوگیو دوباره از بزرگی خویش نشان داد، در وقتی سخنها سری فوتبال باشد حتی تنبل ترینا هم از ثروتمندی نیوکاسل یونایتد قصه میکنند. با سری راهبری باشگاه از تاینسند آمدن میلیاردران عربی، نقشه های بازاریکنی تیم سابق مایک اشلی به قول بسیار وزنین و روغنی اند. با سخن سری تغییرات های بزرگ در نیوکاسل میتوان گفت که به قول اماندا استیولی تیم نوظهور انگلیسی به صفت عوض کننده استیو بریوس، کونته و جرارد را در مد نظر گرفته بدون ویرانکنی قاعده های فیر پلی مالیوی 200 میلیون یورو در زمستان مصرف کردن است. در جراکنی چنین مبلغی بزرگ البته که احتیاطکاری خاصه سابق مالک نیوکاسل یونایتد مایکل اشلی سببگار شد. هرچند که 19 باشگاه پرمیر لیگ انگلیا بر مقابل خریدار شدن این تیم از جانب عربیان برآمده‌اند، ولی نیوکاسل یونایتد حیاتی نو را آغاز می‌کند. زید بودگان یا خود 19 باشگاه پرمیر لیگ انگلیا باشد، از آن میگویند که پس از خریداری شدن تیم از جانب شاهزاده عربستان سعودی، برند پرمیر لیگ انگلیا میتواند ضرر بیند. سبب دیگری اعتراض در آن است که مصرفیات‌های هنگفت مالیوی در نیوکاسل همچنین میتواند به ارزش‌های ترانسفری و حجم معاش‌ها هم تاثیر رساند. اما مالکان نوی نیوکاسل ضد کل این شکایت‌ها برآمده میگویند ما می‌خواهیم در صدر قله موفقیت باشیم. سرمربی فعلی زاغان استیو بریوس باشد از نخستین نامزدها برای عوض‌کنی بوده. بر عوض این سابقه‌دار با تمکین انگلیسی، سابق سرمربی اینتر میلان آنتونیو کونته، سرمربی فعلی گلاسگو رنجرز استیون جرارد، سابق سرمربی روما پاولو فانسکا و یا سرمربی فعلی برایتون گریم پاتر از مدعیان اساسی در این وظیفه سرمربیگی می باشند. لا گازتا دلو سپورت می نویسد که کونته به نیوکاسل می آید، ولی زسان می گوید ایتالیایی از شرطنامه با زاغان دست کشیده. به قول این نشریه سرمربی برایتون گریم پاتر باید راهبری زاغان را به ذمه گیرد. نفری که موسم را خوب شروع نمود و دستش 2 خال کمتر از موقع دوم دارد. نیوکاسل یونایتد باشد عین زمان با هیچ پیروزی در 7 بازی مقامدار زینه 19 جدول پرمیر لیگ انگلیا بوده. در خصوص جایگزینی‌اش به طور آشکارا استیو بریوس هم سخن زد. اما از جانب دیگر استیو بریوس 999 بازی در مسن مربیگی خویش پس سر نموده. اگر که 1000مین بازیش را با نیوکاسل گذراند، نهایت رمزی و خرسندی ها ور خواهد بود. در مورد خریداران فوتبال بازان نو از جانب نیوکاسل اگر بگیریم، اینجا سخن سری دعوت کنی ریشارلسون از اورتون و کوتینیو از بارسا و ایکاردو از پی اس ژی سخن می رود. در صورتی به چشم نرسیدن خریدارهای زیاد، باشگاه نوی عربی می تواند به مثال ترانسفری رمزی سیتی که یک زمان رابینیا را به تیم آورده بود، بر عوض 50 میلیون یورو فیلیپ کوتینیو را خریداری کند. ریشارلسون باشد در بازار 74 میلیون یورو ارزش داشته. همچنین در خصوص توجه خاصه دسته راهبری شونده از جانب اماندا استیولی، جسی لینگارد از منچستر یونایتد، جیمز تارکوفسکی از بیورنلی و کالیدو کولیبالی از ناپولی نهایت زیاد به چشم می رسد. خلاص که نیوکاسل یونایتد قادر است دلخواه بازیگر سیاره را به دست آورد، ولی کلی بازاریکنی یک باره عملی کرده نمی شود. چطور می گویند پولدار که شدی همگی دوستت می دارند و همین طریق نیوکاسل هم در فرصت‌های کوتاه به مثال نشست زنبورها سری گل شهدبار مخلصانی بیشتر را به خود می گیرد. وقتی که حمله‌وران نادر توانایی چون لیواندوفسکی و هالند را در دست داری، البته که نتیجه‌های راحت بخش و دلخوش کننده را میتوان به دست آورد. اما با وجود آنکه یک الکه 33 ساله است و غروب مسند ورزشیش هم دور نمانده است، دیگری 2 پای در یک موزه باید که شامل ابردسته ها شود. از این رو باواریا و بروسیا دورتموند را باید که فکر فردا را در پیش گذارند. محض از برای آینده سازی با نظام و دسترسی به حمله‌ور بنیادگذار، ابردسته‌های آلمانی از برای حمله‌ور ردبول زالزبورگ کریم ادیمی کلا به کلا میزنند.
ادیمی نقشه اصلی گزارش برای تیم میونخنی در زمستان بوده. در گلزنی ارب زالتسبورگ ماشین سرخ آلمانی عوض کننده لیواندوفسکی را در آینده نزدیک می‌بیند و در آوازه زمستان‌های ترانسفری دسته راهبری شونده از جانب سالیخامیچ میتواند که دست به کار شود، خبر میداد گولکام و سپوکس. همچنین نسبت این حمله‌ور 19 ساله که 8 گل در 10 بازی چمپیونات استریا وارد دروازه‌ها نموده است، بروسیای دورتموند، لیورپول و لیپزیگ دست درازی دارند. مهمتر از همه اینجا میتوان تلاش‌های اصلی دورتموندی ها را در برابر باواریا میتوان نمبر کرد که با دلخواه راه و واسطه کوشش به خرج میدهند که کریم ادیمی را پیراهن زنبور مانند بپوشانند. چرا پس از رفتن ارلینگ هالند دیگر در دسته مارکا راز یگان گلزن سیروفری راه یافتن نهایت مشکل است و برای جبران ضرر باید که کوه قاف را هم فتح نمود و حمله‌ور با ظرافت را وارد سیگنال ایدونا پارک نمود. چگونه که در یکی از برنامه‌های پیشین ما از تقدیر تلخی دونی وان دی بک در ام یو سخن گفتیم و اعلام هم کرده بودیم که چطور اورتون لیورپول از برای این هلندی چارس و چالاک در دو تاز است، همکنون باشد وان دی بک سمت دیگر ادامه مسند ورزشی را پیدا کرده است و این هم تیم سابق کریستیانو رونالدو می باشد. اورتون باشد کوشش نوشتن شرطنامه با دونی وان دی بک را در تابستان کرده بود و در این باره دیگر باره به ام یو هم در ماه ینور پیشنهاد عمیق ارسال میکند. اما یوونتوس هم در این برابر میخواهد وان دی بک را به اجاره گیرد، در حالی که به نیوکاسل چشم گرسنه و کمبغل نو بای شده هم این نیم حمایتگر خیلی پسند است. شتور ژورنالیست نیکولاس سکیرا خبر میدهد این نیم حمایتگر به یوونتوس پسند بوده. دیرکتور ورزشی یوونتوس فدریکو کروبینی علاقه با اگنت این فوتبالباز گفتگو هم کرده است. در دسته سابق هم دسته‌اش ماتئیس دلیکت جای گرفتن وان دی بک به منفیت کار خواهد بود و این هم در حالی است که جانب بیانکانری میخواهد وان دی بک را با حق خریداری به اجاره بگیرد. در همین موسم باشد این بازیگر 24 ساله در هیئت منچستر یونایتد 3 بازی ناپاره گذرانیده است که آن هم در عموم 203 دقیقه را تشکیل می‌دهد و اگر شده در میان موسم دونی وان دی بک اقلاً یگان امکانی بیرونشوی از یونایتد را عملی کند، نه تنها یک فوتبالباز پرمهارت خوشبخت جهان می شود بلکه به قول دیگر عالم گلستان می شود. موضوع دیگر گرم و جالبتر از همه در ردیف پول حسابکنای نیوکاسل در بازار فوتبالی این داستان پرسر و صدا و پرماجرا اطراف گزارش‌های احتمالی بچه طلایی در سال 2017 کلیان امباپه می باشد. گردباد شدید آوازه و دروازه‌های باز غیبت‌ها سر امباپه که سالیانی باز در آرزوی پوشیدن پیراهن شاهانه می باشد به درجه اطراف خش را چنگ و غبار جمع آورده است که دیگر نه سخن‌های اطرافیانش پنهان ماند و نه دعواهای جانب‌های درگیر. دقیق‌تر اگر حرف زنیم مادر امباپه در آرزوی ماندن پسرش در پی اس ژی بوده، خود امباپه باشد الکی در خیالش کایها باز در مادرید است، زمانی که دیرکتور ورزشی پی اس ژی لیوناردو کایها باز با فلو پرز تنش‌های لفظی اعلان کرده است. در مصاحبه بحث برانگیز اخیر خود امباپه اظهار نمود که احتمالاً در پاریس کارش تمام است و الکی به مادرید کوچ‌بندی می‌کند، ولی که مادر امباپه فایزا لاماری باشد از آن گفت که با پی اس ژی گفتگو دارند و کلی چیز درباره تمدید کنی شرطنامه نوین به خوبی پیش می رود. دیرکتور ورزشی دسته ناصر الخلیفی باشد بر آن است که دخالت کردن ریال به کار پی اس ژی این دیگر به احترامی خاصه و تحمل ناکردنی است و نقشه آینده سازی پی اس ژی بدون امباپه هیچ است. جونی بلانکوس باشد رسما با امباپه شرطنامه 6 ساله با معاش سالانه 40 میلیون یورو پیشنهاد کرده است، در حالی که پیشنهاد جدید پی اس ژی خود قرارداد نوی 5 ساله با معاش 36 میلیون می باشد. از تابستان هنوز پاریس و مادرید از برای قهرمانی فعلی جهان و الکی دارنده عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها در جنگند و مادریدی‌ها پاریس را با آن عیبدار می‌کردند که آنها به فرانسوی جهان فشار می‌آورند و نرخ را از 160 و 200 میلیون یورو بالا بردند و سپس در فرصت‌های آخرین از گفت و شنیدها برآمدند. پی اس ژی باشد به قول لیکوپه بر آن است که ریال شرط‌ها عاید خریداری امباپه را اجرا نکرد. در این میان ژورنالیست نیکولاس سکیرا میگوید که آنها پیشنهاد در حجم 215 میلیون انتظار بودند، اما اخیراً به این رازگی ریال هم جوابی رد دادند. اما از جانب دیگر کلیان امباپه چون فوتبالباز آزاد از ماه ینور سال 2022 میتواند با دیل خاتم در خصوص شرطنامه نوین گفت و شنیدها انجام دهد. خلاص که امباپه احتمالاً از پاریس به سمت مادرید می رود، ولی تا حال معلوم نیست که چنین گزارشی پرسر و صدا
کی عملی می شود. خلاص در بازار دلها کار شدنش ممکن است و تنها انتظاری به فرصتی کار کلی چیز را معلوم خواهد کرد. در این میان فیورنتینا رد کرده است که نسبت حمله‌ور اسپارتاک مسکو یوردان لارسون توجه دارند، زیرا که از چمپیونات روسیه الکی یک بازیگر را دعوت نمودند و تا حال با اظهار پشیمانی بزرگ نمی توانند که از کارن چگونه خلاص شوند. همین طریق دیرکتور ورزشی فیورنتینا دانیل پراده بر آن است که باشگاه آنها نسبت حمله‌ور اسپارتاک مسکو یوردان لارسون توجه نکردند. ولی از جانب دیگر دست از فلورنسیا تا حال از برای یافتن عوض کننده دوشان ولاخویچ در بازار سرسانند، چرا که با باوری به مهارت کاکارن می توان به سری C رهسپار شد. بارسلونا مواجه با بحران شدید مالیوی در صورت تمدید نکردن شرطنامه با عثمان دمبله می تواند طریق اجاره رحیم استرلینگ را از من سیتی وارد تیم نماید. کلی چیز البته که از حالت اطراف عثمان دمبله وابستگی دارد که تا حال شرطنامه در تابستان به انجام می‌رسیدگی را تمدید نکرده است. چگونه دیاریو سپورت می‌نویسد برای دمبله تمدید کنی شرطنامه با کم کنی معاش پیشنهاد کردند، ولی بازیگر تا حال یگان قراری نبرآورده است. ماز در همین صورت رحیم استرلینگ باید در زمستان به دست بیاید. از جانب دیگر بارسلونا 20 میلیون یورو برای پرقوت کنهای زمستانی دارد و این هم در حال است که باشگاه کاتالانی و بازیگر خط حمله و دفاعگر کناری نیاز دارد. حجم این مبلغ زیاد می شود اگر البته یگانه از فوتبال بازان در زمستان فروخته شود. رونالد کومانی تا حال پا بر جا در وظیفه‌اش از برای همین نسبت بازیگران چون تنگین دومبله از تاتنهام هاتسپور، مارسلو بروزویچ از اینتر، فرانک کسی از میلان و دنیس زکریا از گلادباخ سخت توجه دارد. به قول ژورنالیست ماتئو ماروتا، بارسا از سبب توجه جدی روما نسبت زکریا می تواند بازیگری بروسیا منچنگلادباخ را در زمستان شامل تیم نماید. نفری که در موسم جاری در 5 بازی الکی 2 گل زده است. همزمان باواریا به مثال ورانی خطرناکی نزد دریاها اطراف حالت بازیگران بارسا دلپرانه کمین گرفته و می تواند به یک قرار دقیق بیاید. به قول دیاریو سپورت سخنسری بازیگران چون مارک اندره ترشتگن، فرانکی دیونگ، سرژینیو دست و پدری می رود که زیر نقشه های آینده سازی یولیان ناگلزمن درست می آیند. ماز به خاطر مشکل مالیوی دسته لاپورتا از زمستان باید که یکی از این فوتبال بازان با بارسا خیرباد کند. یوونتوسی پرقوت در سری آ از تورین چطور معلوم شد؟ در ردیف خریداری دوشان ولاخویچ سربی از فیورنتینا همچنین در زمستان چوامینی فرانسوی از موناکو را به دست دارد. شور ژورنالیست لا گازتا دلو سپورت جوان آلبانیزی خبر می‌دهد مطابق گفت و شنیدهای به میان آمده تورینی‌ها کوشش می‌کنند که هر دوی فوتبالبازان نامبرده را شامل دسته خویش نمایند، اما قید کرده می شود انجام دادن این گزارش‌ها آسان نخواهد بود. ولی بنابر آنکه چوامینی و ولاخویچ به دوره نوی رشد باشگاهی موافقند، باید که در بازار دست به کار شد. اینتر عین حال قهرمان در ایتالیا و دارنده اسکودتو پس از 9 سال قهرمانی پی هم یوونتوس باشد، ناواسطه به وضع ناجور مالیوی خویش نیت بر آن دارد که مارسلو بروزویچ تمدید شرطنامه میکند، چرا که امیو تا حال نسبت این بازیگر پیشنهادی دقیق نکرده است. دیرکتور ورزشی اینتر بپ ماروتا در خصوص وضع اطراف بروزویچ گفته بود که این خرواتی سنه 30 یونی سال 2022 انجام شرطنامه دارد و ما باوری پوره داریم که مهلت قرارداد را تمدید خواهیم کرد. وخوری در این خصوص در هفته آینده انجام می شود، میگوید در مصاحبه با گازتا دلو سپورت. از روی اطلاع ژورنالیست فابریسیو رومانو، نواسته با اوضاع اطراف منچستر یونایتد نسبت مارسلو بروزویچ تا حال از جانب امیو یگان پیشنهاد دقیق نآمده است. پیشتر باشد خبر داده میشد که نسبت این بازیگر 28 ساله منتخب خرواتیا بارسلونای به پول هم توجه دارد. در این برابر نباید فراموش کرد که اینتر نسبت وینگری کالری نایتان ناندس، حمله‌ور ریال مادرید لوکا یوویچ و الکساندر لاکازت از آرسنال توجه دارد و تیم میلانی باید یکی از این دو حمله‌ور را انتخاب کند و آن هم به پول چون فوتبالباز آزاد. خلاص که روزنه زمستانی می آمد نهایت گرم و جولی پس سر خواهد شد. این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل. ما را پیگیر باشید.